لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أم خربنا لالوئي هر وقتی باب و باپیت ما اصل و اصالتی خواه شریعتی خواه دنیای خسی جارا جلیتر دست شریعتی خواه بیرو کالا جنجا بکر زور احتیاجی قرآن خواهی زور احتیاجی اخلاق پیغمبر خواهی زور احتیاجی اسلام هی چونکه خدای ما امر کرد و امرهم شورا بینهم هندی که مؤمنن امر اتوان ایش اتوان عمل اتوان مسئله اتوان نزاع اتوان فرمونا لالوئی هر وقتی باب و باپیت ما اصل و اصالت ما خوش دین خواه خوش کتاب خواه خوش پیغمبر خواه دورنه برونده مهمیا پیرو کالا جنجا بکر زور احتیاجی قرآن خواهی زور احتیاجی اخلاق پیغمبر خواهی زور احتیاجی اسلام هی جارجدی ابنا خدا دین خود دامزرینین کتاب خود دامزرینین شرع خود دامزرینین و مسئله خواه بسیارت خواه و بر بسیارت خواهید عالم بکن و مسئله ما انشاءالله تعالی برحم و عدالت و عدالت الهی هر وقت که با هر کسی که بیطرف نه زنگین نه خوددان رتبه نه خوددان علم بهتر کجلای ده تحل دلن به اذنها رب العالمین الحمدلله و اولو که او جماعتا با شرع خودی لیره خربوی و او مسئله جان لا و مصلحت و براتی و اتفاق هذا حل کرن و انشاءالله ده تدوم کرن و دوام کرن حتی قیامت جاره جلیتر چه نزاع و چه نفاشی ناوینامه و ملت ملا ناچی بیتون نبیه